این کتاب‌های ما خودی و فرزندمون باید عزیز نگاه می‌داریم، احتیاط می‌کنیم که یگان خیل وای نشود، ندارد. سون اگر بناگذار دیگه باشه دیگه کارخانه ها میبیاد ما همون گفته یا کلی میکنیم یا وای میکنیم بسته از گای من یه حالی کوشای هم یه حالی کو از گای نگاه داشته خوشی کده با بسته میمونیم احتیاط میکنیم که نه افتاد. با احتیاط و ترتیبی معین نگاه داشتن هر یک از این حجت‌ها از وظیفه‌های اولین درجه سعادت و همکارانش محسوب می‌یابد، زیرا این حجت‌ها تاریخ نزدیک 80 ساله را داشته سال از سال اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. در بایگانی بین اداروی حجت‌های هیئت شخصی شهر خوجند معلوماتنامه‌های گوناگون شهروندان محض در اساس فکت و رقم‌های این حجت‌ها آماده کرده می‌شوند. فوندهای طلایی ها ما های یکم فوندی گورپرومتور گورپشتور شوینی فابریکا ابنوی فابریکا اینها اهم فوندهای طلایی ما که همین شهروندان میبینیم ما اساساً سابقه کاری میپسند و مزد معاش میپسند. معلم ها میبینیم که ما همین آدم حجتشون یا نامی همون محلشون مینویسن میبرن که همین آدم همینجا زندگانی کردگی بودن همین کارخانه کار کردگی بودن و نامی محله میمونیم گفته ما برای همون شهروندان هم خدمت میکنیم. شهروندان به اینجا اساساً برای گرفتن معلوماتنامه بایگانی اوید به تصدیق سابقه کاری و مزد مهنت مراجعت می نمایند. بنابر گفته مسئولین سالهای آخر شماره نفرانی که می خواهند نفقه خود را از دیگر دولت ها بگیرند زیاد شده است و برای گرفتن حجت لازمه به بایگانی مراجعت می کنند. یکی از آنها عبدالرحمن احمدов ساکن 70 ساله شهر اسفره می باشد. از سال 1975 تا سال 1988 در یکی از کارگاه های شهر خوجند فعالیت نموده است. برای به دست آوردن معلوماتنامه پره اوید به فعالیت مهنتیش به اداره بایگانی شهر خوجند مراجعت نمود. من سالهای از 79 تا برهم خوردن بجب در همین لیل‌نباد اتحادیه استحصالی بجب کار کردم. با بایگانی شهر خوجند برای اون مراجعت کرده ایستادم که من میخوام در رسی فرزندانم زندگی میکنه از آنجا به پنسیون برای همین از اینجا این سپراپکای بایگانی ها گرفته به رسی برده از آنجا به نفقه برآمدنیم. در 6 ماه سال روان به بایگانی بین اداروی حجت‌های هیئت شخصی شهر خوجند 1203 درخواست وارد گردیده است. از این شماره 404 درخواست از اداره و کارگاه‌های خارجه وارد شدند. از شماره عمومی مراجعت‌ها اوید گرفتن معلوماتنامه بایگانی درباره تصدیق سابقه کاری و مزد مهنتی شهروندان در سالهای فعالیت کاریشان به قید گرفته شده به 990 درخواست جواب مثبت و به 79 درخواست جواب منفی داده شده است. 194 درخواست دیگر باشد در حالت اجرایش قرار دارد. اساساً شهروندان برای تصدیق سابقه کاری و معلوماتنامه ها اویدی مزد معاش در سالهای فعالیت کاریشان در تشکیلات و اداره های حجت هایشان در بایگان نگاه داشته شونده مراجعت می نمایند. از خارج کشور از جمله از فدراسیون روسیه، آلمان و سابق دولت های اتحاد شوروی نیز مراجعت می نمایند. مراجعت شهروندان سری وقت اجرا و قانع کرده می شود. سال روان از تأسیسیابی بایگانی بین اداروی حجت‌های هیئت شخصی شهر خوجند 40 سال پر می‌گردد. آن 16 ایول سال 1982 تأسیس یافته است. در اینجا حجت‌های گوناگون اداره و کارخانه و تشکیلات‌های گوناگون شروع از سال 1944 نگهداری می‌شود. حالا آن دارای 185 خزینه بوده. شماره پرونده‌های نگهداری شونده 64727 عدد را تشکیل می‌دهد. گزارش اوغلای رجب و سپان آجل جانف برای برنامه اطلاعاتی امروز.